تو این ویدیو قراره بهتون قدرتمندترین سلسله‌های تاریخ ایران رو معرفی کنم، پس همراه هم باشید. ایران کشوری پهناور و سرزمینی پر از رشادت‌ها و حماسه‌های تاریخ‌ساز در دل تاریخه. هرچه بیشتر در تاریخمون پیش میریم، دنیای بزرگتری رو کشف می‌کنیم. در ادامه با هم به گوشه‌ای از این تاریخ یه نگاهی میندازیم. شماره 1 سلسله ساسانی. سلسله ساسانیان یکی از قدرتمندترین سلسله‌های خاندانی در تاریخ ایران و خاورمیانه بوده. این سلسله بین سالهای 222 تا 655 میلادی در ایران حکومت می‌کرد. بنیانگذار این سلسله قدرتمند اردشیر بابکان بود که در سال 222 میلادی قدرت را در دست گرفت. سلسله ساسانیان با توسعه مدیریت، ارتش و توانمندی‌های فرهنگی و اقتصادی تونست در مسیر رشد و توسعه ایران قرار بگیره. در سالهای پایانی سلسله ساسانی، ایران با تهاجم مسلمانان عرب و فتح عراق و ایران تحت سلطه اسلامی قرار گرفت. این حمله ها موجب سقوط سلسله ساسانیان و پایان دوره پیش از اسلام در ایران شد. شماره 2 سلسله قاجار. سلسله قدرتمند قاجاریان یکی از سلسله‌های پادشاهی در ایران بود که از سال 1796 تا 1925 حاکمیت داشت. قاجارها در طول این دوره تونستن تغییرات و تحولات زیادی رو در سیاست و اقتصاد ایران به وجود بیارن. یکی از ویژگی‌های جالب اونها سبک زندگی مجلل و بزرگنمایی دربار بود. اقتصاد سلسله قاجار هم تحت تاثیر تغییراتی قرار گرفت. تجارت و تبادلات با کشورهای خارجی به خصوص با اروپا در این دوره به میزان زیادی رونق پیدا کرد، اما در عین حال ایران تحت فشار بردهداری و وام‌های بین‌المللی قرار گرفت که عواقب منفی بر اقتصاد و استقلال ایران داشت. صفویان، روس‌ها و بریتانیایی‌ها از جمله قدرت‌هایی بودند که تلاش می‌کردند تا نفوذشون رو در ایران تقویت کنند، اما در نهایت با تشکیل جمهوری اسلامی و مشکلات داخلی و فشارهای خارجی حکومت سلسله قاجار به پایان رسید. شماره 3 سلسله هخامنشی. سلسله قدرتمند هخامنشیان یک سلسله پادشاهی باستانی در ایران باستان بود. این سلسله بین سالهای 333 تا 555 پیش از میلاد حاکمیت داشت. هخامنشیان به عنوان یکی از پادشاهی‌های بزرگ تاریخ شناخته میشن و تونستن امپراتوری بزرگی رو در قسمتی از جهان اون زمان بنا کنن. هخامنشیان معروف برای ساختن بناهای باستانی بزرگی بودند که تا به امروز باقی مونده. برج معروف پاسارگاد، مجموعه بزرگ تخت جمشید و نقشه‌برداری همدان تنها بعضی از مثال‌های برجسته از این بناها هستند. شماره 4 سلسله پهلوی. سلسله پهلوی یکی از مهمترین دوران‌های تاریخ ایرانه. سلسله قدرتمند پادشاهی پهلوی در ایران از سال 1925 تا 1979 حکومت می‌کرد. رضاخان به عنوان شاه ایران تا سال 1941 حکومت کرد و بعد از اون محمدرضا پهلوی در سال 1925 به قدرت رسید. دوران حکومت پهلوی با تحولات و تغییرات زیادی در سیاست اقتصاد و جوامع ایران همراه بود. در دوره سلسله پهلوی تلاش‌هایی برای مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی صورت گرفت. به عنوان مثال برنامه‌هایی برای صنعتی‌سازی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، آموزش و بهبود وضعیت بهداشت و زندگی روستاییان در حال انجام بود. همچنین در این دوران تغییراتی در حوزه فرهنگی و زندگی اجتماعی هم صورت گرفت. با این حال دوران سلسله پهلوی همچنین با چالش‌ها و انتقاداتی همراه بود، مانند نقص‌های دموکراسی، سانسور رسانه‌ها و کنترل بی‌رویه دولت بر جامعه. این مسائل به تدریج باعث بروز جنبش‌های مخالف شد و در سال 1979 انقلاب اسلامی در ایران رخ داد و شاه محمدرضا پهلوی از قدرت برکنار شد. بعد از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی و اجتماعی ایران دوباره تغییر کرد. شماره 5 سلسله صفوی. یکی دیگه از قدرتمندترین و مهمترین سلسله‌های تاریخ ایران سلسله صفویانه. این سلسله در قرن 16 توسط شاه اسماعیل صفوی تأسیس شد. اسماعیل صفوی پادشاه اول این سلسله با توجه به ریشه ترکی خودش راهی برای توسعه قدرت و گسترش اعتبار بین‌المللی ایران پیدا کرد. اون با مبارزه با منافقان توسعه اقتصادی و نظامی، شکوفایی هنر و ادبیات ایران رو به یکی از قدرتمندترین امپراتوری‌های عالم تبدیل کرد. در طول این سلسله دو پادشاه بزرگ دیگه هم به نام‌های عباس اول و شاه عباس دوم حکومت کردند.
و با اروپایی‌ها و دیگر امپراتوری‌ها روابط دیپلماتیک برقرار کردند. آثار هنری بزرگی مثل میدان نقش جهان و باغ عباسی هم از آثار همون دورانه. این سلسله به تدریج ضعیف شد و در نهایت در سال 1736 میلادی به دستور نادرشاه افشار مؤسس سلسله افشاریان ناحیه خراسان رو به سلسله افشاریان تحویل داد و با حکومت سلسله افشاریان در سال 1736 حکومت سلسله صفویان به پایان رسید. تاریخ ایران در پیش از اسلام و پس از اسلام پر از حوادث گوناگون و متنوع است که تو این ویدیو به بخشی از این تاریخ سر زدیم. ممنون از همراهیتون ماما. اول کانالمون رو سابسکرایب کن، بعد از اینجا زنگولش رو فعال کن. حالا برو ویدیوها رو ببین، لایکشون کن و نظرتو برامون کامنت کن.